کراسکین کزان داره صفایی که پیرون مردن و نیست وفایی که پیرون مردن و داد از جوانی گلداری صفا دار جوانی آخی کراسکین کزان داره صفایی آخی که پیرون مردن و خدای نیست وفایی آخی که پیرون مردن وای داد از جوانی آخی صفا داره گله وای داری جوانی در 11 سال من محلی رو میخونم بالاخره یه آوازی میخونی توی بیامون دلتنگی یه آوازی سر میدی. از کی یاد گرفتی که اشعاری که میخونی رو خودت میگی؟ حتی اینا دیگه قریب نجفی چنگیز روستای شعرها هر کی که ما گوش کرده دی میخونیم ما خودم بگیم شعر بلدیم شعر میمانیم دروغ میگیم. ایدی جدا در جدون که خوندن این رواتی بودن به حساب اینا میگن بیابونی. الان محلی قدیم براش میگفتن شعر بیابونی اینا شعر بیابونیه. اینا رو قدیمی ها خوندن ما یاد گرفتیم. خوندن هم میدونی چیه؟ خوندن یه روز بینی صدا میاد یه روز بینی صدا نمیاد. گوش میدی؟ یه روز بینی صدا میاد یه روز بینی صدا نمیاد یه روز صدا از سر میاد یه روز بینی دلت گرفته میتونی بخونی یه روز بینی نه. خود چی میشه دلت میگیره؟ عادی بیابونه میدونی؟ احساس تنهاییه. بله یه پسینی که ولام رفته به بالا خوراک من شده یک برگ نعنا الهی برگ نعنا خوش بیافته همه رفتن که من ماندم تنها. 8 سال 9 سال اندش با پدرم رفتیم منطقه چاسرخ بچه های بودیم 8 سال داشتیم سوار خرم میکرد میرفتیم شو همراه گله این شعر میخون من اون زمان شعر یک خدا بیامرز پدرم نگرد این شعر همیشه میخون خدا رفته کنید. آخی دم سابی که میشو بار میکرد مادرای چشم میدی دلای خدای باور نمیکرد آخی گرفتم گوشه تنهای نشستم آخی که گرگه کوبه های بالا گرگه میکرد آخی پدر مادری که بی مادر شده من آخی قلم بشکست بی لنگر شده من آخی قلم بشکست میوج موج دبریای آخی که باد آمد سوار گردو شده کلا تو بیابون آرومتری یا؟ آرومتر خدایش آرومتر حس بهتری داری خلوت میدونی دید نه از صبح تا صبح غیبت کسی میکنی نه با کسی درگیر میشی نه با کسی ثابتی داری با همین زمون بحثا میری و میای کار دنیا باید رو باشه همه که نمیتونن مهندس باشن همه که نمیتونن دکتر باشن همه نمیتونن خلبان باشن باید یکی چپون باشه یکی کشاورز باشه یکی دامدار باشه تا کار دنیا رو باشه. من گله‌دار شدم ملت دیگه گله‌دار نشه. چرا؟ دیگه میدونید چیه دیگه اصلا نمیصرف چپون باجی 25 میلیون جو کیلوی 20 تومن کا منی 21,000 تومن خرجا گیرم دیگه نمیشه گله‌داری نمیشه گله‌داری دیگه کلا میره رو سنتی
بارون یا خشکسالی اشعاری کمک نمیکنه. دامداری دیر و اتمام درست ما پدرون شغلش دامدار بوده، پدر جدون دامدار بوده، خوب بوده، تا حالا خوب بوده، رونق داشت، خیلی عالی بوده. بارون میومد، برف میومد، اونی میخواستی بخری، جونی کمتر میخواستی بخری، کاری میخواستی بخری. بیده من 30,000 تومان خودی فایدهش چه دامداری؟ یه بیده پرسی میخوای بگیری، میگیری 1,200,000 خود یه روز دتمش میخونش. این فایدهش نره. بالاخره تو شرکتی، تو مغازه، جایی بهتر ای دامداری الان. قبلا دامداری خیلی خوب، الان دامداری هیچ فایده نداره. ما که میبینید ماندی الان براشون عادت کردیم، معتادشون شدیم. باید تا زنده هستیم دست بزنیم دنبال همینا، دیگه راه نداریم. فلان گودای گلوبو میشور رخنش، مادرای ستارای آسمان، خدای مانند چشمای. آخی خدا بندای کرم و کای کبری، مادرای که تا یافت و نتا و روی چشمای.